فرق خود نداره. وام همیتون لاشپیل داشت و همی نانکن وام ایام همونطور منتها فرق از او بود که در زیر داشت آتش میشد. فکرت است؟ د کابل په شنه سهار او یخ هوا کې مې سلامونه ومنئ. هیله ده چې خوشحاله او سوکاله به اوسئ. زه شینکای احمدي درته نن وطني خپرونه، داسې خپرونه چې هر څوک ترې پریمانه خاطرې لري. داش هغه ځای چې سپوره ډوډۍ پکې پخیږي. چند رقم نان پخته میکنی پاره؟ نان بدر 4 رقم 5 رقم پخته میکنی. 4 دیزاین 5 دیزاین نان پخته میکنی. نام خدا دیزاین؟ نامش نمیگی؟ نامش یک شکست راسته ناخون است، یک شکست چپه ناخون است، یک شکست کوبه‌ای است، یک دیگه شکست بدر چیست بغلاوی است، یک دیگه هم پلته ناخون است، یک دیگه هم چیست اینی دیزاین هست بدر. چه قدر مصرف میکنی؟ آرد در روز مصرف میشه، 1-2 کیلو 3 کیلو مصرف داره. با زغالا کار میشه، ضرورت است مصرف میکنه. باز مردم که در چی اینا آرد میندازه در شکار خود رو باز از شما میشه؟ نه برای خراب که بانه باز یکان خمیر خراب کامد به او نیاز میشه، باز بر از اون چی میکنیم کار میگیریم از او. زغال چند مصرف میشه؟ زغال در روزی 7 سیر مصرف میشه. 7 سیر روزی مصرف میشه؟ در روز 7 سیر مصرف میشه. این داشا که بود پیش غالی زیاد دان گازی پیدا شده؟ گازی مثلا گازی میباشه دیگه، سابق چوب بوده. باز حدودی کم داشتی نکردی، غالی کردی، دلرگی کردی و کردی گاز کردی؟ فقط باسی رو بگو.
داش چی خوب است، زغال راحت است، از چوب کده از گاز کده راحت تر است. گاز کستم خطر داره، هم مصرف زیاد است. نانش مزدار نمی باشه؟ نانش هم مزدار نیست. باز چوب که است، باز چوب که است او هم مصرفش بالاست، قیمت است، نمی صرفه به ما. باز این زغال که است بر ما خوب است. بسیار صبح چند بجه میایی؟ صبح از اون که میته ما نماز میخونیم میاییم. اینجا میرسیم دیگه، هوا تاریک است، مردم هم طرف جماعت مسجد میره، همون وقت ما میرسیم به اینجا. کار خود شروع میکنیم؟ کار خود شروع میکنیم، مردم ها که نماز خونن خمرا رو گرفته بخیر میاییم طرف داش. شکر کن روزیش که نیست؟ شکر خدا رو شکر، به هر حال شکر بداره. یک لقمه نان حلال که پیدا میکنیم اینمیش بر ما کلان افتخار است. زنده باشی. اتان وروسته د زمان وروران دغه تبا هم دغه کار وکنه؟ نه هغه بل کار که دقانی که حالتا نشته ده. فارسی وای مشکل نلري. دین وروسته به د زمان د پاره هم دغه داش که کار پیدا کوي کنه هغه تبا بل څه وکوي؟ هغه باید درس بخونه، تحصیل کنه، باید آینده بدره. تاسو خو درس نه درسته؟ نه ما درس نخوندیم. چرا نخوندید؟ ما اقتصاد ما ضعیف بود، نتونستیم بخونیم. عراق از بیرا بین اونجا شیاری کده؟ نه ترخامدی شمال زد. ها؟ ترخامدی شمال زد. اما پس دار کنی کاکم کاکم باید صفحه دیگه. والا بگی بخود چه وقت پشتش کنیم؟ مال خودش نکنه این از خبر بود این از زمان خاطر الان باش مشوره میکنه چی کار کنی چی کار نکنی دیگه غلام محمود باید
یک قبول دیگه لکن خواهد برای بره پیسه خود تو 35 مقابل قرضدار خواه از تو چند دوسته؟ کم ندید تو درای دوری دی خب پخه ندید تو نه پخه ده کم ندید پیتی بگی از تو لولو 5 تا امروز است نه؟ 5 تا امروز است چند تو قرضدار بدی؟ 35 با 35 قرضدار بدی 5 تا امروز چند باشه کنده؟ نشه ما عمرم در کابل تیر شده در بست شهر کابل در سراجی قیوم داشوان بود در منطقه شانه‌سازی کابل ملای داشوان بود دیگه در بسته کابل در بسته یک داشتگام در شترخانه چندوال دیگه در سایه کابل داشت نبود همون 3 تا داشت بود بله در سایه شهر کونه همی 3 داشت بود یکی داشت قیوم یکی هم پیشتر در منطقه دروازه لوری یکی هم در شانه‌سازی در شانه‌سازی یا به نام شانه‌سازی میگفتن کوچه را ملا بود یک کسی از این برادرای هزاره بود او سابقه دار بود دیگه داشت در کابل نبود پدن که اینا پیدا شده پیش از 10 سال پیشتر هم در منطقه کار فعلا زندگی میکنیم سایه فاضل بیگ یاد میشه در اینجا کل مردم دهقانکار بود نان و تندوری در خانه پخته میشد این یک 7 سال شده که در اینجا داشت پیدا شده احتیاجات ما را همین نجیب جان داشوان رفع میشه. شما وقت تقریبا چند ساله می بودی که نان می بردی؟ من حال فعلا شاید باشم دو کم 80 او وقت چند بودی که داشت می بردی با داشوان ملا بود دیگه قیوم بود؟ بودم فکر کو که من از صنف اول شروع کنم تا پیش میری. خاطره جالب داری از او وقت؟ خاطره چرا او وقت خاطره نمی کلش خاطره است؟ یک تا برای ما بگین. خاطره جالب اینمیست که بیادر ما وقتی که میرفتیم همین قیوم که میشد هر شب جمعه باز روتای کلان پخته میکرد باز بعد از او همین روت یک دانه را توته میکرد برای همه مردم تقسیم میکردی. خاطر جالب از شهر کابل است. کاکا او وقت که نان استاد قیم پخته میکرد یک دیگه داشوان نامش گرفتین ملا بود چی بود این پخته میکرد کتی کاکا نجیب و کتی دیگه چیزا مردم چی فرق دارن؟ فرق خود نداره وام میتون لاشپل داشت و همی نانکن وام ایام همونطور منتها فرق از او بود که در زیر داشت آتش میشد. فکرت است؟ چی رقم؟ در زیر آل خدایی بغل داشت سابق میشد مثل تاخانه واره در زیر آتش میکردن باز سنگا سرخ میومد باز داشوان نان خود پخته میکرد. او وقت نان مزه میداد یا او وقت چی رقم؟ راز بپرسی خب هر وقت وقتش دیگه لذت که او وقت داشت او وقت که بود صرف آرد بین قره مزار بود آرد سرده غزنی بود نانم خواندش میدیدی مزهش میبیدی حالا خب کلش مال بیادر خارج است مصنوعی است مصنوعی است حالا برش که مصنوعی باشه طبعا آرد مصنوعی است دیگه حالا صبح میاین خمیر میارین دیگه که 12 بجه میشه خانه میبرین. نجیب جان خیلی ببینه خدای پاک عزتش بده مرات و سیاسرا و از اینا رو هم داره از موسفیدا رو هم داره طبق نوبت با همه مردم رفتار میکنه. این یک کیسه بندار کتی اندیوالا میکنه نه؟ ولی کده کاکارف یک دوستم هست که نمیجه رو برین شیشته دیگه دوست بسیار شیرینم هست آن چرا نه؟ کتی کوکارپ گپ زدیم شما وقت نبودین. کوکارپ چند سال میشه که کتی آیس بندیوالی دارین؟ یارا اگر سر ما واقعیت اصلی موضوع گپ پرسان کنی
یا را کم از کم یکون 25 سال 30 سال خواهد. خب همین که میشینین؟ ایام پیش اینجا خانه نداشت. در خانه کرایی میشه، خانه قنداری بود و اون در پلی خانه کونی ما بود. حالا فعلا نیام خانه که نو انداخته، ما خانه نو انداختیم، ما مزولی کونه برآمدیم. یام بسیار یک آدم خوب، اصل جایشان از پغمان است دیگه، عمرش زیادتر در نمیشه تیشد. وقتی آمده بود سر ریشش سیاه بود، حالا کل سر ریش سفید شده دیگه. وقت است میگذرم، بچه های زندار شده، اولادار شده، نوازدار شده. شکر الحمدلله بسیار یک گذران خوب کردیم ما کردیم. آجی صاحب اندی والد برای ما گفت شما نبودین اینجا، میگه وقتی که کسی ریش سفید شوه 70 ساله 60 ساله شوه باز در خانه میگه که برو نان ببر، برو به خاطر ازی که ایره به زور سر ما کس نمیره، به خاطر که مال خدا تینی بچه ها مکتب میرن، این بچه ها مکتب میرن، ما لازم نمیبینیم که طبقه و ناس ما پشت نان بیایه، ما خودمون زحمت به خود میگیریم میایم میبریم دیگه. خود تو کار در خانه هم نمیشه، آدم دلتنگ میشه، مجبور که نان بیاره. وظیفه داشتم مال خو فعلا دیگه لطف خداست، بچه ها شکر، لطف خداست که بچه ها شکر. Samo to prestižuje. Madam, da še kako neče. Ista kabot bija. Jak še pa tako? Ali kako neče, madam, da še kako neče, madam, čekaj. بين ممكن يمشات ما وانا خلاص ده ما مخرج كسايست دي گلخان کاکا داشت راغلی و داشت راغلی څومره وخت کې راغلی دلته؟ زه دلته خو اوس راغلم، دلته مې وړه راوړي دي، دلته غواړم چې ډوډۍ پخه کړم دا داش کې، او نور له ډېر وخت راهیسته دې داش ته راځم، تقریبا 2 کاله یې پوره کېږي چې دې داش ته زه راغلم. ښه ډېر ښه. هر چا که په کابل کې ژوند کړی، په بازار کې ژوند کړی وي، نو دغه ډوډۍ به داش ته حتما راوړې وي. خامخا و دلته خو چې په اطراف کې خو دا شی مثلا نسته، او دلته چې څوک کابل کې ژوند کې بیا دغه یو ډېر ښه سهولت ده، دلته ډوډۍ راوړي، دلته وړه راوړي، دلته پخوي، دلته ډېر ښه سهولتونه دي چې دغه د ده په خاطر باندې چې ډېره اسانتیا ده او ډېر اقتصادي هم ورته تمامېږي. بلکل. یوه ډوډۍ په څو باندې پخوي؟ یوه ډوډۍ په 15 افغانۍ باندې پخوي دلته. څومره وخت کې چې ته په کابل کې ژوند کې څومره وخت کې چې داش ته ډوډۍ راوړې؟ زه دلته تقریبا 2 کاله د ما پوره کېږي نږدې چې زه دلته ژوند کوم همدغه سهار کې. مخکې وختونو کې دې چېرته وړله؟ مخکې وختو کې زه په وطن کې اوسېدم. ښه نوی راغلی و دا 2 کاله کېږي تقریبا چې راغلی یم، بیا همدغه داش ته دا 2 کاله همدغه داش ته زه ډوډۍ راوړم او همدلته ډوډۍ پخوو او له داشوان نه هم ډېر راځي. چه داسې نه وي چې فرق نمیکنه برکن بوده این هرکن تون دما ممکنی پروانه برسانه باید سیر پروی پایین باید دیگه برتون از مده بر
ساختی رو سعی کنم جوش نشده. چند سال میشه کاکا که نان میاری و میبری؟ دیگه ما یک 7 سال شاید شود دیگه. یک خاطره از نان بردن و خمیر آوردن دارین؟ والا خاطره ما خیلی نمیست که ریسفید کشیدی بیادر یا طفل بیرون میکشی یا بیادر نان میبری خانه یا او میاری، اینمی ریسفیدیست دیگه از پای که موندی از ریسفید چیزی که این مشکلات بر پیش میکنه، یا طفل سرت میکشه میگه برو در بیرون برش چیزی بخر یا برو نان بیار داشت. این مشکلات شما چیز نمیگین که ما ریسفید شاید ما از خانه میکشین؟ نه خب کار کردن برای هر مرد هر انسان بر بسیار خوب است که باید کار کنه، زحمت بکشه. یا یک مسئله مشکلات فامیل است که باید رفع شود. وقتی خور بودی طفل بودی اینجا می آمدین در داشت یا وقت اطراف زندگی میکردین؟ ما در خانه خود ما تندور داشتیم، نان پخته میکردن سیاسرا. این مشکلات ما در داخل فامیل حل میشد. مشکلات ما از نگاه نان پخته کردن دمی داشت. اینمی نجیب جان است، اینمی دمی چندین سال است که کسی اینمی بیادر همکار هستیم. نان ما را خوب و وجه صحیح پخته میکنه، ناز ما را میورداره، ما ناز از زیر میورداریم. این یک کارها هست در زندگی. شاگردی که ما بکرن و اثبات استادی شد. کاره بیا که کار خراب کردیم. اینه بکشو میخی؟ تو بیا را بکش. نه چی رو بگیم؟ دیگه رو بگیم؟ بالا کن. نمیشه بساره. نمیشه؟ نه هیچ امکان نداره. نه شما رو خونده. این قسم میگیریم که بالا میگه. ایره باز. تو اینجا توش که ما یک خداحافظی کنیم که هموطنان عزیز ما اگه چی پیام دارین کم نده خدمت. اینمی که گپ بزن. ایره من میگیرم براتون. شکر کنم کل دوستا رو جور میبینیم، صحت کامل خوش آرام میبینیم. اینمیش بر ما کل دنیاست. زنده باشید. تشکر. بخیر باشید. زنده درنو هیوادوالو هیله ده چې خبرونه به مخوښه شوې وي که د دې په څیر د وطني خبرونو لیدونکي وای او په سرچ کې پسې ګورئ خو نه پیدا کېږي وینډو اف افغانستان وڅارئ. تر بیا او بلې خبرونې چې زه شینکا احمدي ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم په پاک او عظیم رب مو سپارم.